خب تصمیم بر این شد که هیزم و در واقع کارتون و هر چی جمع کنن و این رو آتیش بزنن. آخه ببینید من عرضم اینه هیچ که تصوری نمی‌گنجه که موارد آدم متعددی ما داریم که گلوله از پشت خورده تا حدی که در واقع مغز طرف از اون سوراخ گلوله بیرون زده. گلوله با کلت موارد متعددی رو ما تروما با گلوله کلت از نزدیک داشتیم. با قمه فردی رو که من خودم با این صحبت کردم، یک پیک موتوری بوده، به خاطر سرما این در واقع بادگیر پوشیده. خب فکر کردن این نیروی امنیتیه، اینو کشوندن پایین و در واقع مجبورش کردن یه سری شعارها رو بده. بعد با قمه، یعنی با یک قمه بلند، سینه سمت راست این رو کاملا شکافتن که 1 لیتر و 200 سی سی خون توی ریه جمع شد که خب یکی دو بار در واقع کد خورد، احیا شد و به لطف خدا برگشت. مواردی داشتیم که طرف بیش از 30 ضربه چاقو خورد، 2 بار در اتاق احیا CPR شد، احیا شد، برگشت و هنوز هم دوستان درگیر درمان اون هستن. این نشون میده که تلاش در واقع نیروهای دشمن برای کشته سازی، چه از نیروهای امنیتی چه از مردم عادی، یک تلاش کاملا سازماندهی شده بوده. حالا دارن روی آمار در واقع کشته شده ها مانور میدن. هر چقدر این آمار باشه معلوم عاملش کیه. عاملش همینایی هستن که دارن تحریک میکنن، تشویق میکنن، رسما اعلام حمایت میکنن. این آمار هر چه بره بالاتر روسیایی اونها بیشتره. ببینید یک شهروند عادی که نمیاد با نیروی امنیتی درگیر بشه و به این شکل وحشیانه آسیب بزنه. این مردم ما باید بدونن ما با سطحی از خشونت درگیریم که به هیچ عنوان کار یک شهروند عادی، کار یک معترض نیست. نیروهای دشمن دارن به مردم عادی، به نیروهای امنیتی آسیب میزنن. من عرض کردم در یک پنجشنبه جمعه ما بیش از 900 زخمی از نیروهای انتظامی ما داشتیم. بالای 120 نفر از اینا عمل جراحی شدن که بعضیشون عملهای جراحی متعدد نیاز دارند. خب بالای در کدوم کشور نیروهای امنیتیش در واقع به این شکل قلقم میشن؟